بچه ها من اینو به این تبدیل کردم تو همین اینستاگرام با آپدیت جدید. بیاید بهتون یاد بدم دوستاتون رو شوکه کنید مثل من. ببین عکس آپلود میکنیم از این بالا سمت راست این قلمه این جدیده میزنی روش این پایین یه سری گزینه ها میاد اد نمیدونم ریموو یه چیزو کم کن مثلا ریموو آیز مثلا چشا رو حذف کن موجهامو حذف کرد چه بامزه شد. یه سری آماده اینجا خودش داره انیمیت منظورشه مثلا کارتونی میکنه. بعد مثلا بلک کلوتس لباسا رو مشکی میکنه. خب اینجا زدم چینج تغییرات. ببین چینج تو شورت بلاند هیر. خب وای میستیم. آها بعد این فلشه رو که میزنی مدلای دیگه‌ش هم میاره مثلا مدلای مختلفه کوتاهی. این بلنده کوتاه نکرد فقط بلندش کرد. دوباره فلشو میزنی همونجوری که این فلشو بزنی آپشنای مختلف میده تو همین زمینه. اینجا یه ذره چتری رو آورد تو صورتم. دوباره مثلا یه مدل دیگه این خوبه ولی خدایی قشنگ درست کرد. خیلیاتون متوجه نشدین.